من از دوستی که 15 سال بود خبر نداشتم و تو سوشال میدیا همدیگه رو پیدا کردیم و قرار شد تلفنی حرف بزنیم و یک روز 2 الی 3 ساعت ما تلفنی حرف زدیم. و بعد از اینکه تو این سالها تو چی کار کردی من چی کار کردم، کارمون رسید به درد و دل و دوست من براش اتفاق خیلی وحشتناک افتاده بود و زندگی خیلی سختی رو گذرانده بود. در واقع زندگیش خیلی سخت بود، هنوزم یعنی سخت است. ولی من تو شوک سختی زندگیش بودم، ولی خودش خیلی راحت با این سختی کنار اومده بود. با چیزی که کنار نیامده بود آسیب ها یا زخم زبون هایی بود که از خانواده، چه خانواده خودش یا خانواده همسرش داشت. اصلا نتونسته بود با این قضیه کنار بیاد و دائم داشت راجع به همینا حرف میزد. و وقتی تلفن رو قطع کردم فکر کردم که خب مقصر خودمونیم. چرا از بچگی به ما یاد نمیدن که ما قراره با ماشینی که بغل ما رانندگی میکنه تصادف کنیم، یا با جلو یا با ماشین عقبی. اصلا قرار نیست با ماشین خیابون بغلی تصادف کنیم. در واقع آسیب حتما از طرف نزدیکانه. اگر ما اینو بچگی یاد بگیریم حتما اعتماد کمتری میکنیم، حتما انقدر راجع به برادر کشی یا نمیدونم هر چیز دیگه فیلم نمیسازیم. خود چون میدونیم که خب آسیب زننده است خانواده، همیشه اینطور نیست که آسیب زننده باشه. در واقع ما لحظات شیرینی که داریم تو زندگی تجربه میکنیم در ضمیر ناخودآگاهمون ثبت میشه، همیشه بهترینش مربوط به خانواده است، حالا چه خانواده خودمون چه خانواده همسرمون. و اینو ما از بچگی یاد بگیریم کنار این شیرین یه وقتای آسیب هایی هست، حتما هم ناگزیر از بدی یا بدجنسی خانواده های اطرافیانمون یا حتی خودمون نیست. شرایط زندگی طوری پیش میره که خب ما اصلا گاهن خودمون آسیب میزنیم. من به عنوان مادر شرایط زندگی روزمرگی طوریه که گاهی به بچه‌هام آسیب میزنم، سرشون داد میزنم، تنبیهشون میکنم، بچه من بزرگ میشه و تبدیل میشه به زخم، در صورتی که اونم جای من بود، همین بود. حتی من روانشناس یا روانپزشک نیستم، فقط فکر کردم یک تجربه شخصیه که خب شیر کنم. و همین، میخوام که به بچه هامون، حالا که ما مادر شدیم، به بچه هامون یاد بدیم که خب آسیب از غریبه ها خیلی کمتر از آشنایانه، ولی این به نشانه زخم نباشه بلکه پذیرش باشه.